این شرایط واقعا وحشتناکیه که برای عادت ماهانه زنها توی قرون وسطا وجود داشته. توی قرون وسطا زنی که توی دوران عادت ماهانه بود مثل یه سم کشنده بود. مردها باور داشتن نزدیک بودن به همچین زنی میتونه باعث بیماری و مریضی بشه. اونا اجازه نداشتن وارد کلیسا بشن و یا حتی توی مراسم و مهمونی ها شرکت کنن و حتی حق آشپزی کردن هم نداشتن، از ترس اینکه مبادا غذا رو سمی و آلوده کنن. هیچ پده بهداشتی وجود نداشت. زنها از خزه خشک شده، پارچه و حتی برگ‌های خشک استفاده می‌کردند و یا خیلی اوقات تیکه‌های پارچه رو به دور یک شاخه خشک شده می‌پیچیدن و داخل قسمت خصوصی بدنشون قرار می‌دادن. روش‌هایی که فقط باعث می‌شد عادت ماهانه سخت‌تر و دردناکتری داشته باشند و خیلی اوقات باعث عفونت و حتی مرگ می‌شد. برای اینکه روند خونریزی سریعتر متوقف بشه، خیلی از مردها زنها رو وادار به خون دادن می‌کردن. یه روش واقعاً ظالمانه که به مرور باعث ضعف شدید، کمخونی و حتی مرگ می‌شد. طبیعت بدن زنها مثل رازی بود که با خرافات، ترس و قوانین ناعادلانه و عجیب